بهتر است از تعداد زیادی شتران گرانبها آنها رو در راه خدا صدقه بده و خرج کنید. یعنی سعی کن هدایت کنید، نه اینکه بکشید. این کشتن جای خاصی داره. امیرالمومنین آمدن پشت اون دژ اصلی، پشت درب دژ اصلی، هر دندون‌هاش شکافته شد. شمشیر علی تا این مرحله در این جنگ. خب اون نکاتی که ما برای این جنگ برداشت کنیم، از این حالت برداشت کنیم، اولین نکته اینه که باز هم دست قدرت و کمک پروردگار از آستین علی علیه السلام در آمد. قدرت‌های سلطگر به این نیست که هرچه اونها دارن حداقل ما مطابق اونها داشته باشیم. متوجه کنید. هرگز در تاریخ اسلام اینجوری نبوده که چون سپاه اسلام در برابر دشمنانش مطابق اونها امکانات داشته پیروز شده، یا چون امکانات بیشتری داشته پیروز شده. نقطه اصلی در این مسائل ایمان و باور دینی به ایمانی، مقاومت و ایستادگی حکومت پروردگار بوده. همیشه اینجوری بوده، همیشه این بحثش آمده و همیشه این بوده که میتونسته حادثه های عظیمی رو در رویارویی با دشمن حل کند. که در کدوم جنگ سپاه اسلام از سپاه رو بیشتر کنند یا حتی الان در حد را بودن و پیروز شدن. همیشه در تاریخ نبوده. حتی در رویارویی خود شما